از جوانایی که زیر دست خودت کار کرده. بله. ماشاءالله ماشاءالله. خب ریش برادر ما را جور میکنن و بیشتر روش بخار میدن، درست؟ بله بله. دوستای عزیز، جریان کار ایرالای ما را ببینیم. چند لحظه باز هم در خدمت شما دوستای نازنین هستیم. آقای موسوی، بر ما تشریح بکنه این ماکس از چی است که در ریز برادر ما میزنه و چی فایده داره؟ این اسکرپ است. بسیار. بله، اسکرپ با همراه بخار پاکاری پوست میشه، پوست پاک میشه. هرچی که در روی پوست باشه پاکش میکنه. مثلا جلد سیاه را سفید میکنه. منافذهای پوست میتونه باز کنه. این باز عوارض جانبی نداره که یک جوان همیشه استفاده میکنه؟ همیشه که چرا؟ همیشه که ضرر داره. حداقل 2 هفته بعد، 3 هفته بعد، هفته یک بار. اگر هر روز تو استفاده کنید پوست دچار مشکل. یک تعداد جوانای ما در خانه داره کلکبند میکنه، میصبح شد دیگر یک خودم میزنه خوب باز بسست شو میکنه. برای چی گفتنی داری؟ و درست نیست، چون مواد کیمیایی است، آسیب زیاد است، نباید هر روز استفاده کنید. بعد 2 هفته بعد، 1 هفته بعد یک هفته بعد، زودش 1 هفته بعد. دوستای عزیز، خوب شد که آقای موسوی بر ما یادآوری کردن. اسکرپ گفتن که اگر همه روز استفاده بکنن عوارض جانبی داره. یک تعداد عزیزای ما جوانای ما به خاطر که جلد زیبا باشه و هر روز استفاده میکنن، بیخبر از اینکه چند روز بعد امی اسکرپ صورتش تخریب میکنه، شاید بخیر پوست بده دیگه مواد کیمیایی داره. امکان ما را براتون میتونم بگم که اگر کسی 4 سال 5 سال هر روز استفاده کنه امکان سرطان جلدی داره. آقای موسوی، تو مشتری هم دارین که از جاهای بسیار دور بیایه به شما؟ بله، ما مشتری داریم از ارزان قیمت می، از کارت نو می پیش ما، از مکریان می، شهر نو می مشتری داریم. باز میگه خدا آقای موسوی که نباشه مجبور نمیکنه. خب عادت است. بله، جوانای افغان ما چطور هستند؟